سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به یکی از ویدیوهای جدید ما. امروز معرفی یکی از نانپز برقی رو برایتان کنم که واقعا خیلی خوبیشه، خیلی قشنگ. نان که میپزه بهترین نان میپزه. دیگه مشکلی از حل است که بالاخره ما و شما بریم، کسایی که در کشورهای اروپا هست یا بالاخره در کشور سوئیس هستین، مشکل از دیگه برطرف شده که بریم یا نان یخچالی بگیریم یا نانی که مثلا از دکان ترکا اینا چقدر دیر مانده است. شما ببینید دوستان عزیز که چقدر مقبول تازه این نانا را شما از دست خودتان میپزین و بهترین نان میپزن. مصرف برقشی بسیار کم است و کسایی که دوست داره واقعا اگر میخواه از این بخره یک دفعه امتحان کنه، در کامنت نوشته کنه، من لینکش اونجا میمانم که اسمش هم برایشان میمانم که بریم خریداری کنید. شما میتوانید که همراه از این نان بپزین و بولانی هم بتونین، پیتزا هم میتونین. مصرف برقش خیلی خوبه. شما میبینید که من نانا رو تازه پخته کردم و گفتم یک ویدیو بمانم برای دوستایی که همشهریایی که در کشورهای اروپا زندگی میکنه. واقعا سخته که بریم تاوه بخریم. وقتی که تاوه بگیریم اون تاوه خوبش نیست و دویم نگه یک دردسر گاز از او است که گاز بخریم. وقتی که گاز از او بخریم هر ماه خالی میشه. کسایی که موتر داره بازم خوب، اگه نداره در مشکل برمخوره که مثلا همیشه باید ببری بدیست که نمیشه که بره و بیایی. و دومی دیگه گاز که است همراه تاوه خیلی جایگیر هم است در خانه.